خوش آمدید موقع شمار در موسی تریجرز درای فروت اند ایرانی سامان. گذشته سالا ولی امسال باز میوه خشک آورده بنده شما رقم دیگه بلده شما مختلف رقم بادام هست دیگه بهترین بادام دیگه خدمت شما عرض کنم پسته است نمکین خوب هم کلاندانه دیگه بادام است دیگه خدمت شما عرض شونه چهارمغز بهترین والا اخبار کاجو بلده شم آورده دایی سایز د پیش هیچ کس نیه ایتا کلان دانه دیگه دزی کوالتی دیگه بلده شم بگم پسته ساده میتا خوب شیست انجیر آورده یک که اون خوب انجیر دیگه میتا مینگرنین دیگه میتا مختلف بادامه است پسته است کاجوی چهارمغز هم تمام چیز پیش ما پوره است میوه خشک خالی نام شی باشه بلده شم انشالله هر کدام شی پیش از ما است کیله خشک پیاز خشک سیب خشک آملو خشک لیمون خشک پاینیپل خشک چیری خشک آمی خشک هر کدام شی که جگای والا کار شما است انشالله پیش از ما است اور مزه که بعد نایش تمام کسته پروژکت های ازگی است که امی خودونی از ما ازگو در جور مون بسیار ده خوب پیمانه و بسیار خوب ماشاءالله تمام انشالله یک کامیاب شده دیگه قد تا از اگر توی بگن که چند وقت پیش لانچ شده چای سیاه و سبز این پیش از ما است که هم د فول هولسیل ریت که مثلا که دکاندار هم که سمو میده هر دکاندار یا استور والا میخواد اون پیش از ما این خواسته میتونه د هولسیل ریت که از بازار که 200 300 روپیه د کیلو ارزان است دیگه چند فایده داره که یک چایش خوب است دیم پروژکت از بگی سودون است باید که سمو سپورت کنی تا که کم از کم یک چانس خوبی ده دیگه نشود یک نیم کیلو یا یک پاو خرید میتونین نه یه دفعه کنی شاید خوب شی باشه کنفرم خوب است مو خبر ده دیگه نه دیگه کوشش کنی که مو اینا کامیاب کنی دیگه اینام د موسی تریجرز شمار ملاو میشه دوستا امیت هر چیز را خو میوه خشک مو یا لیمکوی مو یا هر چیز را د ویډیو ولسل بلده شو حساب موشه بازار پرسان کده باین بس کوالتی شم چیکین خام خاجه وای فور بهش فرق موشه هر کدام شي هر چیز نه بس باین کوالتی رم چیکین بس تا اول دویومی تا سیومیت کسه بالکل اگه خوشم نماد یا گران بود هر چیز بود از خانم شما واپس ورده میتونی شمار بیل میدیم دیگه فول زماری ولا ان شاء الله دیگه از بازار نبین ان شاء الله که از بازار کده اینجا ما مرزان میدی و هم د خوب کوالتی میدی شمار